دوره مقدماتی گرامر زبان چینی، آموزش زبان برای فارسی زبانان سراسر دنیا با مهیلا. درس ششم، اعداد. به همون اندازه که کلمات مهم هستند، اعداد نیز مهم هستند. در این درس قصد داریم اعداد 1 تا 10 رو یاد بگیریم. تنها با این 10 عدد میتونید تمام ارقام قابل تصور رو به زبان چینی بسازید. یه نکته، باید بدونید که چینی ها از روش متفاوتی برای نشون دادن اعداد با انگشتان خود استفاده میکنن. بنابراین ما هم از اونها استفاده میکنیم و اونها رو یاد میگیریم. ای ار سن س او لیو چی با جو شی. شمردن از 10 بسیار آسونه. شما فقط باید اعدادی رو که یاد گرفتید بعد از ش یعنی 10 قرار بدید. 11 شی، 12 شیار، 13 شیسن، 14 شیسو، 15 شیو، 16 شیلیو، 17 17 18 18 19 19 وقتی به 20 رسید باید یه ضرب ساده کنید. 2 در 10. بنابراین میشه 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90